Evet, tek göz. Hoş geldin. Şöyle bakalım. Neredeyiz? Eski Foça, İzmir'de. Şöyle göstereyim. Hasan Akı. Dündar. Bu da güzelmiş. Evet. Güzeli. Güzeline bak. Le Foça. Güzelmiş. İzmir Foça. Eski Foça'ya geldik. Burası Türkiye, İzmir Foça. Çok güzel bir yer. Limanın oradayız. Çok güzel tekneler, yatlar var. %90'ı şöyle söyleyeyim kiralık. Bu güzelmiş bak. Hakikaten güzelmiş. Evet. Evet, bir de merkeze girelim bakalım ne varmış bu taraflarda. Şöyle. Dönüp merkeze gidiyoruz şu an. Belediye meydanı. Ufak kasaba. Bakalım bu tarafta ne vardır. Polis merkezi mi orası? Orası. Evet. Aman yavaş. Oğlum araba geçiyor, görmüyor musun? سجاد داداش سلام. خیلی مخلصیم. به حاجی در چه حالی؟ خوبی؟ میزونی؟ خمی سلام. به خیلی خوش اومدید. در چه حالی؟ کلبه سجاد اومدیم اسکی فوچا بسته به ازمیر، دقیقا مرز صفر مرزی یونانه، یعنی در 15 کیلومتر با یونان فاصله داریم الان. عرضم به خدمتتون که این یاتایی که میبینی خیلی هاش خصوصیه، خیلی هاشون هم عرض به خدمت اجاره میدن، میفروشن. الان چند تا فروشی دیدیم توشون. به داشت سعید، چطوری مهندس؟ خوبی؟ ببین کجا اومدیم سعید، هیچ کجا آوردم این دوربین امروز. چقدر خوشگله این اسکی فوچاست. اینجا اسکی فوچا میگم نزدیک ازمیره. یات خوشگلیه. به انشالله سال دیگه. امسال که تابستون گذشت، انشالله سال دیگه میخرم یه دونه. زنده باشی. مرسی. در چه حالید؟ میزونید همتون بچه ها؟ سجاد کجا رفتی؟ سجاد تیموری. اینم عرض به خدمتتون که بذار یه بار اینطوری نشون بدم. قشنگه. به نوکرتم سجاد، زنده باشی. جات خیلی خالیه. انشالله بیای با هم دیگه بریم بگردیم. خب بشینیم اینجا یه چایی چیزی بخوریم. خیلی هم گرمه امروز، شانس ما. زخیم پوشیدیم گفتیم سرد میشه، گرم شد. این ربیراته. خیلی جای قشنگیه، خیلی جای همتون خالی. بچه فقط اینجا باید مجردی بیایید. سجاد تنهایی خونه؟ صداشی زیاد کنه خورده. سعید جان صداشی زیاد کن. آفرین به شما. الان قطع میکنم میذارم میرم.
به خدا راست گفتی. این که یه قلیون نکشیدم سجاد. جات خالی جات خالی. چند وقت پیش 1 ماه و نیم پیش بود نشستیم، اتفاقا یادتون بودم تو سعید. ایشالله بیایید دوره هم باشیم دیگه. به خدا زنده باشه. خمی کیه؟ من نمیشناسمت. خمی مرسی عزیزم، زنده باشی ایشالله. جای شما خالیه. چقدر قشنگه این یاته. سعید بخریم، سجاد بخریم نه اینا؟ این زیاد گرون نیستا. یه چیزی اولش فکر میکنم 850 بشه اینو خرید. شیراز، خمی شیراز. خیلی مخلصیم، زنده باشی. به جا همتون خالیه، خداییش جا همتون خالیه. او شیرازی، آقا شیرازی ما او زغالو رو بیار. آقا یه بار رفتیم شیراز، جاتون خالی. همون دروازه قرآن یه جا بود، دروازه شیراز، دروازه قرآن یه همچه بود توی کوه. یه جایی بود رفتیم قلیون بکشیم، دقیقاً 12 شب میخواست یارو ببنده. این هم که با ما بود همایونی بود فامیلیش. آره هیچی دیگه. به این همایونی گفتیم آقا بگو یه دونه چیز بیار، یه قلیون بیار بکشیم. بعد برگشتیم گفتیم اون زغالو رو بیار. آقا دیگه یارو رامون نداد تو. هیچی دیگه، بدون قلیون برگشتیم. این خاطره از شیراز. ولی خب آدمای خیلی خوبی دارن شیرازی‌ها، همشون خوبن. زنده باشی. به ببین قای کوچولوها رو دارم میرم مثل اینکه تمرین. به کامی عزیز. خیلی جا قشنگه بچه، جا همتون خالی. این برای دیگه چی هستش. من اینجا 12 سال پیش اومده بودم، دقیقاً 12 سال پیش اومده بودم. یه دونه اینجا همبرگر فروشی بود، یه خونه سنگی 2 طبقه قدیمی. یارو 20 خورده سال بود همبرگر میفروخت اینجا. نمیدونم هنوز هست یا نه. خوام برم ببینم میتونم پیداش کنم یا نه. این چیز قلعه قدیمیه، اصلا حواسم نبود اینجا رو بگیرم. اینجوری نشون بدین یه همچی چیزیه. به این قلعه اصلا حواسم نبود. خیلی خوب. مال یونان بوده اینا قبلا، بعد ترکیه گرفته زمان جنگشون با یونان. بعد ببین اونجا که روبرونه میبینید بچه ها، دیده میشه نمیدونم، اون روبرون یونانه. اون تپه که میبینید ریوس جزیره ریوس مال یونانه. بعد عرضم به خدمتتون از اونجا میره واسه یه آدایی هستش، یه جزیره هستش اسمش خب فارسیش خوب نیستش نگم بهتره، عرضم به خدمتتون. بعد زنده باشی کامی عزیز، میومدی در خدمت باشی، فدات شم. زنده باشی، مرسی. ایشالله حتما مزاحم میشی، بیام شیراز حتما پیام بهت میدم. فعلا که این پاندمی همه جا رو بسته، ویروس کووید 19. سجاد تیموری یه دونه یا دوست دارم به خدا. سعید رفت. به Mücahit, Muco ne yapıyorsun? Oğlum sen çalışıyor musun bugün? El sallıyor baksana ya. İnsan bir arar ya abi ne yapıyorsun diye. Yok. Arkadaş. Bıraksan telefondan çıkmaz. Sen de hoş. بچه ها چقدر قشنگ، چه هوایی امروز، چه هوایی. جای همه tun خالی. Muca yerin boş, çok güzel bir yer ya. Vallahi eski Foça'ya geldik. Harika bir yer, baksana ya. 12 yıl önce gelmiştim en son. Hala aynı, hiç değişmemiş. Dur bakalım. 12 yıl önce tabii kızlar vardı, çok güzel bir zamanda geldi. Yazın tam ortasındaydı. Ama işte
Şimdi kızlar yok. Hep yaşlılar maçlılar. Ne yapalım? İdare edeceğiz böyle. Tabii ki. چند نفر موندن تو چیز الان؟ تک göz var, سجاد var, bir de کامی var. جا همتون خالی بچه ها. جا همتون خالی. سجاد دیگه بتره که تو رو بلند شه بیا دیگه. پاشو بیا. نمیدونم آخه کی میخوای بلند شه بیا. جنگ جهانی سوم بالاخره. ببین چه چیزی میزنه یارو. قرنه چیه؟ کلاریونت. کلاریونت چقدر قشنگه این چیزی که دستشه. کارش هم خیلی خوب بلده. آفرین. Harika bir ses arkadaşlar. Abimiz de usta. Hakikaten güzel çalıyor. Serin دیگه. Al kolay gelsin. Sağ ol. زنده باشی کامی جان فدات شم زنده باشی مرسی. خب بچه ها اومدیم جای مرکز فوچا یه چیزی نمونده 15 متر دیگه میرسیم مرکز فوچا. آخرین سری 11-12 سال پیش اومده بودم. سجاد داداش با این وضع کجا بیام؟ خب قبل از اینکه این وضع بشه بهت گفتم پاشو بیا. هی من کردی ای نمیدونم اله بله خانومم میترسم نمیدونم چیکار کنم دیگه. اصلا ببین یعنی از من و تو زنجلیل‌تر نیست تو این دنیا خدا وکیلی. اصلا نمیتونی پیدا کنی. آره به خدا. گفتم بابا نترس اجازهتو میگیریم پاشو بیا. گفتی نه. حالا ایشالا کرونا بگذره پا میشی میای. جلیل تیموری سلام برسون. بگو جلیل تیموری خیلی دلم واسه تنگ شده علی مخصوصا. به 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 به. چقدر قشنگه اینجا جاتون خالی. کامی جان این سجاد دوست گرمابه و گلستون ماست. دوست قدیمیه منه دیگه. فقط میگم حیف زنجلیل خورده کارش نمیشه کرد. درست میشه ایشالله. یه دونه ای سجاد. سجاد تیموری همیشه در قلب منی. آقا یه دونه قلیون نتونستیم پیدا کنیم. ممنوع اینجا هم لامصبا نمیذارم بیرون قلیون بکشید. تا دلت بخواد کافه است. همشون هم خالی هن. همشون هم خالی هن. به 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 چقدر قشنگه. چقدر قشنگه. با این میبرن تور میگردن تا دم مرز یونان میبرن تا اون آدای چیز پریوس میبرن از اونجا هم برمیگردن. نمیارزه آجی بی خودی به کشتی چیکار کنی آخه. همینجا بشین آبو. سجاد تیموری یه دونه یا سعید رفت مهندس کار داره دیگه همش سر کاره. لامصب نمیتونه همش نمیتونه بپیشونه. رئیسش میاد بالا سرش هیچی دیگه. اونم زنجلیل آقا خودمونیم. سجاد داری صدامو؟ میگم سعیدم زنجلیل آقا
اصلا افتضاح، یعنی هرچی بگم کم گفتم. به 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 به، آبجو میخورن. ما که نمیخوریم داداش، خوشبال اونایی که میخورن. ها سجاد تا قبل اینکه این بشر بره کربلا چه پایه خوبی بود لامصب. همین که رفت برگشت دیگه اصلا کلا خراب شد. یادت سجاد دبی رفتیم چیکار میکردیم؟ دستتون یادشه خیر، یادشه خیر. خوشگل بود دختر. طلایی بود. بله بچه ها همه فامیلامون هم میبینن زشته. زنده باشی کامی، زنده باشی. به 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 به. اصلا بابا چون رانندگی میخوام کنم اصلا نمیشه الان رفت یه دونه آبجو خورد یا نمیدونم فلان کرد. ما هم که بلد نیستیم این کارو کرد. سجاد میدونی که خودت. خب بچه ها ما اومدیم مرکز فوچا، اسکی فوچا. اسکی فوچا یعنی فوچای قدیمی. اینجا اسم منطقهش فوچا، اینجا هم که هستیم اسکی فوچا، منطقه قدیمی فوچا. اینا همه مال یونان بوده، ترکا گرفتن و الان دارن حالشون میبرن. دستشون هم درد نکنه، خیلی هم خوب کاری کردن به نظر من. بعد بچه ها دیگه تلفنم داره داغ میکنه، من با اجازهتون قطع کنم یه خوردم برسم به خودم. اینجا جاییه که مرکز شهره. خداحافظ همگی، میبوسم بهتون، دوستتون دارم، خداحافظ.